مذاکره هیئت‌های تاجیکستان و روسیه بر سر مسئله پروازهای هواپیماهای تاجیکستان از طریق فرودگاه‌های روسیه و تاجیکستان امروز در شهر مسکو آغاز شد و طور سخنگوی وزارت ترانسپورت روسیه در صحبت با رادیو آزادی گفت امروز این مذاکره آغاز شد و هیئت‌های تاجیکستان روز جمعه به مسکو رسیدند و او اظهار امیدواری کرد که این مذاکرات حتما راه مثبت خود را پیدا خواهد کرد. امروز در این مذاکرات هیئت تاجیکستان تحت سروری رئیس اویتسی هواپیمای مسافربری وزارت نقلیات تاجیکستان محمد یوسف رحمانی شرکت دارند که در اینجا همچنین نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی تاجیک ایر، سامانیر و هم از جانب روسیه نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی این کشور شرکت دارند. در رابطه با این مسئله وزیر نقلیات تاجیکستان شیرعلی گنجوزاده امروز به رادیو آزادی نیز تاکید کرد که مسئله مذکور در دایره سازشنامه‌هایی که میان تاجیکستان و روسیه وجود دارند راه خود را پیدا خواهند کرد و هیچ مشکلی در رابطه با امکان قطع شدن پروازهای هواپیماها در میان نخواهد آمد. طور مقامات روسیه قبلا اصرار داشته بودند که اگر مذاکره ها بی نتیجه انجام آمد آنها پروازهای هواپیماها را به قلمرو روسیه قطع خواهند کرد و از این بعد این کار یعنی همچنانی که تا امروز ادامه داشت صورت نخواهد گرفت و طور امروز ما از فرودگاه دوشنبه، فرودگاه بین المللی دوشنبه دیدن کردیم پروازها به طور معمولی ادامه دارند و ولی در صحبت و سخنهایی که مسافران و نمایندگان بعضی شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان میگویند آنها منتظر همین مذاکره بلندپایه تاجیکستان و روسیه که در مسکو شروع شده است میباشند. ضمناً روز 3 نوامبر وزارت نقلیات روسیه گفت که با سبب مخالفت تاجیکستان برای تشکیل پروازها به سمت تاجیکستان از مسکو توسط فرودگاه ژوکوفسکی روسیه همه پروازها به سمت تاجیکستان را قطع می‌کند. یوسف رحمان سردار ریاست هواپیمای مسافربری وزارت نقلیات تاجیکستان روز 3 نوامبر به رادیو آزادی گفت در صورت توسط فرودگاه واقع در ولایت مسکو انجام شدن پروازها منفعت شرکت‌های هوایی تاجیکستان از روی مقررات پاریته یا برابری رعایت نمی‌شود. مایه ناراضی تاجیکستان این است که شمار شرکت‌های روسی انجام دهنده پرواز به شهرهای این کشور نظر به خدمات شرکت‌های تاجیکی بیشتر است. تاجیکستان میگوید در صورت از ژوکوفسکی همه علاوه شدن پروازها به سمت تاجیکستان شمار پروازهای شرکت‌های هوایی روسیه به شهرهای دوشنبه و خوجند افزایش می‌یابد و این چیز منفعت‌های بازار پروازهای تاجیکستان را خللدار می‌کند. تا حال پروازها میان 4 شهر تاجیکستان و بیش از 10 شهر روسیه به طور برابر از جانب شرکت‌های هوایی این دو کشور انجام می‌شوند.